فوری را همشو من زبط دارم. چند با جای زنم زبط ندارم نه. فوری را همشو من زبط دارم. حمد سلام علیکم دوستو، شریف محمد هستم با شما. بله، یک چند روز ویدیو نبرآمد. میدونم که خیلی هم یاد کردین روبریکا های دوست داشتتونه. محض روز دوشنبه را کریمینالی расследование ها را که یکی از روبریکا های پسندیده خدمه هم است، لیکن زیق نشین، میکنم این را حتما یک چند سبب های تکنیکی بود برطرف شد، حتما میشوند. لایک ماندن را فراموش نکنید و امروز روبریکای آنتی دجال پیش از آغاز برنامه شرکتی را می‌خواستم در شما توصیه بدم که بلیط‌های هواپیما داره به تمام جهان. خوبی این شرکت درون هسته باکی офис داره در تاجیکستان، یعنی در کدام گوشه و کنار دنیا که قرار نداشته باشه میتونید به رقم‌های روی اکران علاقه کنین و اگر در تاجیکستان باشین هم میتونید علاقه کنین، یا اینکه удобнатон اگر باشه میتونین که به офисشون روین. رقم‌هاشون در روی اکران شرکت پутешественник چگونه که دستین بردار رقم‌ها بیناش در حرف داره، یعنی که حرف‌های اینا نگاه نکنین، пропустить کنین و رقمش هزارین. برای چی خاطر ما چنین کارا کرده استم؟ آخرین ویدیو خیریه‌مون به خاطر نامر یوتیوب محکم کرد. چگونه که شما میدونین دوستا، در برنامه گذشته این بود چند با جای زنم زبط ندارم نه. چند با جای زنم زبط ندارم نه. یعنی که آدمی که به همه چی قسم میخوره و ما خیلی پیش گفتگی بودم که قسم اینو دیگه وزن نداره، چی به الله قسم میخورن و یا اینکه چی به دیگر مقدسات و شخصانی که با او قدر داره براشون. چند با جای زنم زبط ندارم نه. چون این گپ آدم نسبت مادر خودش بگه نسبت دیگرو چی فکر میکنی؟ آدم به عقل ده فهمه که به زبان آوردن درست نمیگیره. همچنین هست یک логический ошибка میگن، چه خیلی هست سوالایی که логический ошибка دارن در داخلشون. مثال میگیری بعضی آدما میپرسن که زن عزیز تره برات یا اینکه مادر. логический ошибка همین سوال درونی هست که مادر عزیزای همچون مادر، زن همچون زن. زن هیچ وقت مادر نمیشوه، مادر هیچ وقت زن نمیشوه. این دو شخصای هسته که نباید مقایسه شون کنی. چند با جای زنم زبط ندارم نه. و یا اینکه با زن اگر بپرسن که برات شوهرت عزیزتره یا اینکه پدرت، اینا سوال های هستن که логический ошибка دارن. نباید چونی سوال در جواب بدی یگان خیلی، چون که اینا جای مخصوص خودشون ندارن. مادر جای زن نمیگیره، زن جای مادر نمیگیره. چند با جای زنم زبط ندارم نه. هیچ وقت نباید تر وجدانت زبانت بپیچه برای چونی قسم خوردن. چند با جای زنم زبط ندارم نه. تصور کنده وقتی گودم همی قسم میخوره در زبانش چی را به زبان آورده است. با در حالی دروغ گفتن فکر کنین شما که چگونه میدونین دروغ گفتگی بود که خودش خیز گفت که زپیس کردگی. فوری را همشو من زبط دارم. اگر که زپیس کردگی باشه پس از این قسم زده شدگی. چند با جای زنم زبط ندارم نه. فوری را همشو من زبط دارم. فکر کنین ده، یعنی که کارا میکنن میبرن میگه که برادرو مورا کسی یکمون گپ نزنن که مادرو را دشنام نکنن. و تو خودت مادر اختیار دشنام میکنی. چند با جای زنم زبط ندارم نه. تو خودت مادر اختیار دشنام میکنی. از دیگرو چی؟ در برنامه گذشته همین گونه بود. حالا باشه تماشا میکنیم دوام شه. و حالا هم طرفدارای لنگولی و هم خود لنگولی تو امکان داری که من کنی برآمد این ویدیو را. برای چی دل شیشه نمیگیره بمونم؟ چگونه امکان داری؟ البته میدونی خودت. با گناهات میبری اقرار میشه که تومت کردگی، بخشش میپرسی میره. نباشه تماشا میکنیم. بگیره بمونه. خیلی خوب که من باید چکار خوب کنم که پیزدیت شاد پرشنم. اوار که بیزار اجرم کنم. ولی کارم ایجا بود کنم. نمیام خیلی گب نیست. گب نیست. تیزدست خواب گرفتم. Ach, helfen mich und
سود ندارم خونه جان که نه که نمیتونم خیلی نیست سر خیلی کنم تی نه سریع نشون تی خود دارم میگه نه که بیست خیلی شونتی خود دارم گفتی که برای خوراخی همین اگه پیدا برداره یا آدم وقتی که خودش یک گپ تکرار کنم باید که در صبرش رسانی مثال من هم خیلی هستم یک رفیقای دوستای همکار فرق نداره کسی که باشه نباشه یک گپ اگر ما گفته باشم پگم رو اگر بپرسه جوابش همو پفتوری گپ باشه مرا در بد میزنم من نمیفهمم که گپ دوباره تکرار کنم این آدم یک ساعت فقط یک گپ گفتگیه خیلی ببینود با دیگه اتیشم ته تمام چکنی آخه دیلت پرشا نه دیلت پرشا بخدایم بخدا دیلت همه پرشا توجه با مادر قسم خوردگی در اینجا بخدا گفتی سعی دیلت پر شوه لیکن در ویدیوش میگه زبس کردم بوری را همه شما زبس دارم و کم با جای زنم زبست ندارم نه دیدیم بارداران اینا وجدان ترس از الله ناموس در نزدیکاشون ندارن یعنی که ناموس دار میبود گوش کنه بارداره که قسم با مادرش خورده که مادرش همچون زنش گفته قسم خوردگی همه ویدیو بر اومد مگر نزدیکای همین تماشا میکنن ناموسدار همه کارا میکرد تکبریش یک طرف میموند تکبریش اونی هسته که در افیرش گفت که هیچ وقت نمیبرویه گناهاش اقرار نمیشوه هیچ وقت درست لیکن چونین چیز ده نباید آدمی با ناموس بیسته که مادر خودت همین گپش نویدیسته همین قسم تا مادر خودش نویدیسته که تو بوری را همه شما زبس دارم و کم با جای زنم زبست ندارم نه چونین گپ با زبان تو وردی و اون مادر ترا شیر داده کلام کرده ای بود و کم با جای زنم زبست ندارم نه کدام نمودادم تو خد میکنه بگیره بمونه ناموس نداشتگی بگیره بمونه تو گناهگاری خودت میدونی خودت گناهگاری اوه نمیتونم از طوری که بخدا ایشام ته بخدا میخوادم چون میتونم جیجی مدر کرد بشکشانت بخدا ایشون دید Stop رازی نه بخدا نه خیلی شونم تپی دیونم کده بیام پروانه که خیلی میام خیلی اختش اینجا هیچ که نیسته میگه که دیونم کن شتابی بیام در ویدیوش وقتی خچه پراو داد میکنه میگه که گویا که او دختری را چی کرده باشه اینجا میگه دیونم کن شتابی بیام تو خیلی دیونه ای؟ بردک نیست چه خم توقعه مخدا نه او هیجومه او پرده خیلی خیشونده در جای هجامت چی گرمی رو فهمیدی نه؟ این هایز در همونجا خواه این قایم مرا سخت گرفت خیلی شونده خیلی ولی هم در که جایش همه را میگه در همه جای ممجا نه هجامه تصور کنه که جای هجامه شونده چی گپ چی کار میروه در ویدیو نشون میتین جای نماز و کتاب قرآن و تسبیح و دیگر چیزا را ببینین که در درون چنین جا چی خیلی صحبت چی خیلی کار میروه و ما باوری هم دارم که وا هم میخرن در همجا چنین کار را قطعی
خیلی تصور کنید اگر همین گپ همینجا اولاد دختر خدشانه میخوابید میرفت تا کجا میرفت؟ دختر خیلی خیشون تی پیچه برده نیو تاکشون نمیتو تا بواردار ببینم ай конечно خب دوستو با حالا هم امکانیتش میتیم با پاوزه میکنیم مثل همیشگی با برای اصلاح شوه تا که دوام شه با نمونیم چون که دوام داره تمام نشده دوستو حالا فکر اختیختون در کامنتاری بنویسین لایک موندن فراموش نکنین برای دستگیری کردن چنین ویدیوها چی ابونچی ما هستین چی ازو هستین یا اینکه چی ابونچی یگان طرف همچون بی‌غرض پیش از طرف گرفتن عقل سالم قطعا بر فکر کنین یعنی که آدمای هستن میگن که ای خیلی چیکار کرده چون این کار همه مرد میکنن حتی اگر همه مرد کنه حتی اگر همه مرد نکنم گپ در اون نیست که این کار را کرده که دیگر هم کرده بوده گپ در این نیست هدف از این ویدیو را موندن اونی هسته که این آدم ناموسش بزنن ببروی اقرار شوه و من کنه این یک دویمش شما باید لیتسیمری این آدم بفهمین شما باید بیروگی و درویگی و دکونگی این آدم بفهمین از این ویدیو یکمش به الله قسم میخوره دروغ میگه در درونی همین کار به الله قسم میخوره دویم زن شب جای مادرش کرده قسم میخوره چند به جای زنم زبست ندارم نه کی دروغ میگه این چگونه آدم میتونه باشه همه مرد میکنه همه مرد چونی رفتار میکنه چونی قسم میخوره چند به جای زنم زبست ندارم نه این مسئله را شما نگاه کنین دیگرش همین کار رستم به یاد بیارین وقتی که رستم برآمد برای پولی کالیا گپ زد همون را گپ زدن نموندن به انا همین کار که ای شما نخود چونین آدم دستگیری کنین گفته با خودش خیز گفت که پگه آدمی را که دستگیری میکنید در قیامت قطعی همون میخیزید بگو استغفرالله که قطعی همه یکی نخیزه امروز شما میفهمین که آدم خودش چونین بوده یعنی که این ویدیو امکان داد که شما ببینینش او وقت هم همین خیلی بود لیکن شما نمیدونستین فکر کنین که آدم چونین بدگی خودش میباره چونین گپ میزنه یعنی که آدم خودش از همین آدمی را که تغییر کرده سه یگان فرقیت نداره میبره با میگه که خدای روز نکنه که در قیامت قطعی همو بخیزه در حالی که خودش مثل همه اینه را شما فهمین باید اشیا از این آدم ده با قدرتره یک اشیا 100% از این ده با قدرتره برای چی برای اون خاطری که یک پهلو پوزیشن معین داره یعنی که همین کتاب درست یا اینکه بلاک نوت یا اینکه دفتر یک وظیفه معینی چی خودش داره هیچ وقت نمیگرده کروشکا شوه ای آدم امروز طرفی راست پگه طرف چپ پگه طرفی راست اگر که دو پهلو براش موافق باشه براش فایده آور باشه دو لینج کنشه دو پهلو میمونه فهمین شما خودتون هر یک آدم موافقی خودش و موافق فهمیش تفکر و گفتار و رفتار خودش در گردش آدم داره اختیار در شما اگر چونی آدم که شما دستگیری کنین پیروی کنین پس شما هم رنگ همین بوری را همش ما زبط دارم چند به جای زنم زبست ندارم نه بوری را همش ما زبط دارم میخوای رنگ همین بدن اختیارتون پناهتون به خدا همه در خیر تا ویدیوهای آینده